دوراب چپ. این تکنیک که شامل یک دوراب و چپ میشه با دوراب از چپ یا دوراب چپ متفاوته. ما در دوراب چپ یه دوراب بزنیم و بعد بلافاصله چپ که این با شلال متفاوته. در شلال چپ سری داشتیم، همه پشت سر هم بودن، چپ آخر آکسان داشت. در دوراب چپ ما یه مکس بین دوراب و چپمون وجود داره، مکس کوتاهی هست و روی راست دوراب آخر دوراب و چپ انتهایی ما آکسان داریم. اما دوراب چپ یا دوراب از چپ یا ریزک یا ریز ناقص یا تک ریزک که به این شکل بود، ما مثلا یک چپ راست چپ اجرا می‌کردیم که بعدش هم یک راست می‌زدیم. چپ راست چپه بهش میگفتیم دوراب چپ یا دوراب از چپ، با اون فرق داره.